سلام به دوستداران تاریخ. به پادکست لیدوما خوش اومدین، جایی که تاریخ با صدای ما زنده می شود. من ماندانا هستم، تهیه کننده و راوی کانال. امروز شما را به سفری هیجان انگیز به دوران یکی از بزرگترین شاهان ایران، داریوش بزرگ، دعوت می کنم. برای وارد شدن به داستان داریوش برمیگردیم به حدود 9 سال قبل از اینکه داریوش پادشاه ایران زمین بشه. زمانی که کوروش بزرگ از دنیا رفته و بنابر وصیتی که کرده پسرش کمبوجیه جانشین اون شده. مهمترین اتفاقی که تو دوران 8 ساله پادشاهی کمبوجیه افتاد لشکرکشی او به مصر بود. لشکرکشی که کوروش میخواست انجام بده. ولی مرگ بهش فرصت نداد. کمبوجیه بعد از ثبات پادشاهی و جمع کردن یک سپاه بزرگ به مصر لشکر کشید و اونجا رو فتح کرد و قلمرو پادشاهی بزرگ هخامنشی رو از اون چه که بود بزرگتر کرد. بعد از این فتح بنابر قوانین مصر کمبوجیه رسما لقب فرعون مصر رو گرفت و نامش برای همیشه در لیست فراعنه مصر جاودان شد. کمبوجیه خیلی شبیه پدرش حکومت نمی کرد. اصلاً اندازه کوروش محبوب نبود. همیشه ترس اینو داشت که نکنه برادر کوچکترش بردیا بخواد جای اون رو بگیره. بردیا با اینکه از کمبوجیه کوچکتر بود ولی از اون قوی تر بود و خصوصیات اخلاقیش هم بیشتر از کمبوجیه به پدرشون کوروش شبیه بود. نگرانی‌های کمبوجیه از جانب برادرش بردیا باعث شده بود که هر جا که میرفت بردیا رو با خودش ببره. تا مبادا در نبودش بردیا بخواد شورش کنه. قبل از فتح مصر کمبوجیه تصمیم گرفت دیگه کارو یکسره کنه و دستور قتل برادرش رو صادر کرد. کمبوجیه برای فتح مصر بردیا رو با خودش برده بود ولی به دلایل نامعلومی اواسط راه بردیا رو به پایتخت برمیگردونه و بلافاصله یکی از سردارانش رو مأمور میکنه که اونم برگرده و برادرش رو به قتل برسونه. و در نهایت بردیا مخفیانه به دستور برادر کشته میشه. حالا که دیگه خیال کمبوجیه از بردیا راحت شده بود، با خیال راحت رفت سراغ مصر و همونطور که گفتیم مصر رو فتح کرد. کمبوجیه قبل از سفرش به مصر 2 تا از روحانیون مذهبی را مأمور کرده بود تا در نبودش کنترل اوضاع کشور را در دست بگیرند. به این روحانیون مذهبی مغ می‌گفتند و اسم کسی که مسئولیت اصلی جانشینی کمبوجیه را داشت روحانی به نام گئوماته بود. اداره کشور در غیاب کمبوجیه دست گئوماته و برادرش بود. جنگ با مصر و بعد هم با لیبی، اتفاقات زیادی که تو این لشکرکشی‌ها برای کمبوجیه افتاد باعث شد سفرش خیلی طولانی بشه. کمبوجیه تو راه برگشت به پایتخت بود که بهش خبر رسید در پایتخت در نبود اون شخصی به نام بردیا ادعای تاج و تخت کرده و گفته که من پسر کوروشم و پایتخت رو گرفته. در غیاب کمبوجیه مخ‌هایی که مسئول اداره کشور شده بودند بهش خیانت کردند و گئوماته چون شباهت زیادی به بردیا داشت به دروغ خودش رو بردیا پسر کوروش معرفی کرده بود. کمبوجیه که متوجه داستان بردیای دروغین شد تصمیم گرفت که هرچه سریعتر به پایتخت برگرده. ولی وقتی میخواست سوار اسبش بشه یه بی‌احتیاطی باعث شد خنجرش تو پهلوش فرو بره و بعد از 10 روز در نتیجه عفونت و مسموم شدن خون کمبوجیه مرد. ولی قبل از مرگش اطرافیانش رو صدا زد و جریان قتل بردیا و ادعای دروغین گئوماته رو واسه شون تعریف کرد. فاصله زیاد کمبوجیه و سپاهش از پایتخت، طولانی شدن سفرهاش و تصمیمات بعضن خشن و غلطی که میگرفت باعث شده بود مخ‌ها به این فکر بیفتن که خودشون اداره کشور رو به دست بگیرن و داستان بردیای دروغین رو بسازن. از طرفی هم وقتی کمبوجیه به صورت مخفی بردیا رو کشته بود خیلی اصلا نمیدونستن که بردیا مرده و حالا که کمبوجیه مرده بود بردیای دروغین رو وارث قانونی پادشاهی میدونستن
حتی اغلب سران کشور و سپاهیان هم فکر می‌کردند گاوماته واقعاً بردیا پسر کوروشه، مخصوصاً که بعد از به قدرت رسیدن بردیای دروغین به ندرت با کسی ملاقات خصوصی می‌گذاشت. در نهایت تمام این اتفاقات دست به دست هم داده بود که ملت ادعای گاوماته رو باور کنند، ولی از طرف دیگر تو سطح شهر شایعه این که ممکنه پادشاه بردیای دروغین باشه همچنان داغ بود، به خاطر اینکه خب کمبوجیه قبل از مرگش داستان رو تعریف کرده بود. هفت نفر از بزرگان کشور از موضوع مطلع شدند. یکی از این بزرگان پسر حاکم ایالت پارس بود، داریوش هخامنشی. داریوش وقتی از مرگ کمبوجیه و صحبت‌های قبل از مرگش مطلع شد، مطمئن بود که بردیای دروغین هست که داره حکومت میکنه. پس به طور پنهانی سعی کرد با چند نفر از بزرگان موضوع رو در میان بگذاره. سرانجام 7 نفر از سران کشور که داریوش یکی از اونها بود به پایتخت رفتن و بردیای دروغین رو کشتند و حکومت 7 ماهه گاوماته به پایان رسید. داریوش فرزند ارشد خانواده و جانشین پدر برای حاکمیت پارت بود. او بعدها با دختر کوروش ازدواج کرد. یعنی زمانی شد داماد کوروش که نه کوروش زنده بود و نه هر دو تا پسرای کوروش، یعنی کمبوجیه و بردیا. ولی قبل از اینکه داریوش با آتوسا ازدواج کنه هم یه جورایی با کوروش فامیل بود. اونا هر دو از نسل هخامنش بودن. اصلا شاید یکی از دلایلی که بین اون 7 نفر داریوش شد پادشاه همین همخونیش با کوروش بوده. داریوش وقتی 21 ساله بود با اجازه پدرش به خدمت سپاه کمبوجیه در اومد و نیزه‌دار سپاه اون شد که خیلی هم سمت بزرگی بود. حتی بعضی از منابع میگن موقع برگشت از مصر داریوش با کمبوجیه برگشته و در کنارش بوده و داستان بردیای دروغین رو مستقیم از زبان خود کمبوجیه شنیده. برای بررسی داستان زندگی داریوش، یکی از اصلی‌ترین منابع ما و در عین حال معتبرترین منبع سنگ‌نگاره‌های داریوش تو کوه بیستون هست. داریوش برخلاف کوروش سعی میکرد تمام اتفاقات زمانش رو به صورت کتیبه در بیاره تا آیندگان از اوضاع و احوال زمان پادشاهیش آگاه باشن. اگر به این سنگ نوشته دقت کنید، تقریباً تو وسط تصویر داریوش رو میبینید که پاشو رو بدن یک نفر گذاشته و اون کسی نیست جز گاوماته مغ. تو جریان حمله 7 نفری به کاخ، یکی از اون 7 نفر به نام وینفرنه شجاعت زیادی را از خودش نشون داد و داریوش بعد از پادشاهی بالاترین پست، یعنی پست کمانداری رو به اون داد. اصلاً قبل از اون پستی به نام کمانداری وجود نداشت و داریوش این پست رو فقط به خاطر ایشون به وجود آورد. تو تصویر هم پشت سر داریوش با کمانش ایستاده. بعد از پست کمانداری بالاترین سمت پست نیزه‌دار بود که به پدرزن اول داریوش تعلق گرفت و ایشون تو تصویر پشت سر وینفرنه با نیزش ایستاده. تو تصویر 9 نفر هم دست بسته جلوی داریوش به صف ایستادن که جلوتر معرفیشون میکنیم. در قسمتی از سنگ نوشته کوه بیستون داریوش گفته کسی را یارای گفتن چیزی درباره گاوماته مغ نبود تا من رسیدم. آنک من از اهورامزدا یاری خواستم و با چند مرد آن گاوماته مغ را کشتم و فرمانروایی را از او ستاندم و به خواست اهورامزدا من شاه شدم. چیزی که مشخصه بعد از کشته شدن بردیای دروغین احتمالاً با مشورت اعضا داریوش پادشاه هخامنشیان میشه.
داریوشی که الان 28 ساله بوده و طبق رسم با آتوسا دختر کوروش بزرگ که کمی هم از خودش بزرگتر بود ازدواج میکنه و آتوسا خشایارشا و 3 پسر دیگر رو به دنیا میاره. بعد از به قدرت رسیدن 1 سال اول پادشاهی داریوش سخت‌ترین دوران حکومتش بود. اکثر ساتراپی‌ها شورش کرده بودند و خودمختار شده بودند. اون زمان پادشاهی هخامنشی از یک سری ساتراپی یا ایالت تشکیل شده بود و این ساتراپی‌ها علاوه بر این که از قوانین دولت مرکزی تبعیت می‌کردند، گاهن برای خودشون هم قوانین خاص ساتراپی خودشون رو داشتن و بنا به وسعت و ثروتی که داشتن به دولت مرکزی مالیات میدادن. شاید تو دوران امروزی شبیه ترین نوع حکومت به پادشاهی هخامنشی حکومت آمریکا باشه که ایالت‌های مختلفی داره و بعضن این ایالت‌ها هم قوانین خاص خودشون رو دارن ولی زیر نظر دولت مرکزی کار میکنن. تو زمان داریوش بین 20 تا 30 ساتراپی یا ایالت بود که به فرماندار هر کدوم هم ساتراپ میگفتن و گفتیم که اکثرشون از اوضاع نابسامان حکومت مرکزی سوء استفاده کردن و اعلام خودمختاری کردن. اول از همه ایلامی ها شورش کردن و شخصی به نام آسینه اونجا اعلام پادشاهی کرد. داریوش یه پیک فرستاد ایلام و تهدیدشون کرد و ایلامی ها هم ترسیدن و آسینه رو خودشون دستگیر کردن و فرستادن پیش داریوش و داریوش هم اونو دارش زد. تو تصویر بیستون آسینه اولین نفریه که کدبسته جلوی داریوش وایساده و 8 نفر دیگه هم پشت سر اون وایسادن. البته بقیه جنگ ها به این سادگی نبود. بعد از ایلام داریوش بدون معطلی رفت سراغ بابل و شورش اونجا رو هم سرکوب کرد و به گفته خودش به خواست اهورامزدا بابل رو هم گرفت. به ترتیب بقیه ساتراپ ها هم به نوبت توسط داریوش سرکوب شدند و حتی مصر هم که موقتاً از دست رفته بود دوباره کاملاً رفت زیر پرچم دولت مرکزی. و این وسط ایلامی ها هم داستان جالبی داشتن. اونا توی سال 3 بار شورش کردن. بار اول که تعریف کردیم داریوش یه پیک فرستاد و شورش سرکوب شد. بار دوم که شورش کردن داریوش حرکت کرد به سمت ایلام ولی قبل از اینکه به اونجا برسه شورش دوم هم از ترس داریوش خود به خود سرکوب شد و بار سوم که خبر شورش ایلام را آوردن دیگه داریوش خودش نرفت. پدرزنش رو فرستاد ایلام و اونجا شورش رو سرکوب کرد. داریوش تو جنگ‌ها خیلی مقتدر و بیرحم با دشمناش برخورد میکرد. چندتایی از این سران شورشی رو وقتی دستگیر کردن داریوش دستور داد بینی، گوش و زبونشون رو میبریدن. بعدم چشمشون رو در می آوردن، بعدم دارشون می زدن. داریوش در عرض 1 سال 19 تا جنگ کرد و 9 تا شاه رو سرکوب کرد و اون 9 نفری که تو تصویر بیستون جلوی شاه دست بسته ایستادن همین 9 پادشاه شورشی هستن که داریوش شکستشون داد و ما 2 نفر از اونها رو معرفی کردیم. داریوش تو کتیبه بیستون میگه این از آنچه به خواست اهورامزدا در همان 1 سال بعد از شاه شدنم انجام دادم. 19 جنگ کردم و 9 شاه را گرفتم. این است عاقبت سرزمین هایی که نافرمان شدند. پس اهورامزدا آنها را به دست من داد تا هر گونه که خواست من بود با آنها رفتار کنم. بعد از سرکوب شورش‌ها از اولین اقداماتی که داریوش انجام داد دستور اختراع خط میخی آریایی بود. تا آن زمان هخامنشی‌ها از کاتب‌های استفاده می‌کردند که خط ایلامی بلد بودند و حتی مهر شاهی اونها هم خط ایلامی بود و ایرانی‌ها از خودشون خطی نداشتند و این موضوع غرور داریوش رو خدشه‌دار کرده بود.
برای همین داریوش دستور داد بیدرنگ خط ایرانی اختراع کنند که همان خط میخی هخامنشی یا خط میخی پارسی باستان بود. در جنگ‌های داریوش سرکوب شورش‌ها خرابی‌های زیادی رو به بار آورده بود و او بلافاصله شروع کرد به درست کردن خرابی‌ها. زمانهای قبل‌تر کوروش به یهودی‌های تبعید شده کمک کرده بود که به فلسطین برگردند و برای خودشون سرپناهی در اورشلیم بسازند. ولی معابد اونها با جنگ‌های داخلی که اتفاق افتاده بود از بین رفته بود و در زمان داریوش او دستور بازسازی معابد اونها رو داد. داریوش هیچ فرقی میان ادیان مختلف نمیگذاشت. او قربانی کردن تمام حیوانات را در تمام معابد برای تمام ادیان ممنوع کرد. در زمان حمله کمبوجیه به مصر گاو آپیس که مصری‌ها اون رو میپرستیدن مرد. هرودوت می‌نویسد که کمبوجیه با خنجر این گاو رو زخمی کرد و کشت و بعضی از منابع دیگه هم میگن کار کمبوجیه نبوده. داریوش که فهمید این گاو برای مردم عزیز هست، دستور داد با تشریفات کامل اون رو به شهر مردگان بفرستن و بعد از مومیایی کردن و انجام تمام آیین‌ها دفن بشه. داریوش ذره‌ای به اعتقادات مصری‌ها باور نداشت و خودش هم یکتاپرست بود. ولی اینجوری به عقاید دیگران احترام میگذاشت و این حرکت داریوش باعث شد برخلاف کمبوجیه برای مردم مصر عزیز بشه و مصری‌ها به اون لقب خدای خورشید دادن. یکی دیگر از طرح‌های بزرگ داریوش که به راستی اون رو برای همیشه در تاریخ موندگار کرد، حفر کانال سوئز بود. کانال سوئز دریای سرخ رو به دریای مدیترانه وصل میکنه. قبل از داریوش یکی از فراعنه مصر سعی کرده بود این کار رو انجام بده، ولی اونقدر طرح بزرگ و دشوار بود که کار رو نیمه کاره رها کرد. ولی داریوش عزمش رو جزم کرد که این کار بزرگ رو انجام بده. البته مسیر کانال فعلی با مسیری که داریوش زد کمی فرق میکنه. داریوش روی سنگ نوشته‌هاش گفته من فرمان کندن این آبراه را دادم. از رودی به نام نیل که در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می رود. پس از اینکه این آبراه را به همان گونه که فرمان داده بودم کنده شد، کشتی‌ها از مصر از میان این آبراه به سوی پارس رفتند. همان گونه که مرا میل و کام بود. داریوش ثابت کرد که اگر یک نفر در دنیا تونست این کار را انجام بده، قطعاً فقط خود او بود، داریوش هخامنشی. ماساگدها یا سکاهای تیزخود قومی بودند که در نزدیکی دریای خزر زندگی می‌کردند. ماساگدها همون قومی هستند که کوروش در جنگ با اونها کشته شد. پس داریوش برای انتقام کوروش هم که شده به اونها حمله کرد و اونها رو شکست داد و تصاویر این انتقام بزرگ رو روی کوههای بیستون حکاکی کرد. اما یک قوم دیگر سکاهای جنوب روسیه هم بودند. با توجه به اینکه سکاهای جنوب روسیه همیشه یک خطر دائمی برای چادرنشینان شمال ایران به حساب می اومدن، داریوش تصمیم گرفت برای محافظت از مرزهای ایران به اونها حمله کنه. ولی یه مشکل بزرگ سر راه داریوش بود. سکاها اصلا شهر و زندگی ثابت و مشخصی نداشتن. اونها اغلب کماندارهایی بودند که کشاورزی نمی‌کردند و دام داشتند و تقریبا زندگی عشایری داشتند. برای همین هر وقت داریوش سراغ اونها میرفت، اونها فرار میکردن و سیاست زمین سوخته رو اجرا میکردن. اونها قبل از فرار چاهای آب رو خشک میکردن، چراگاه‌ها رو نابود میکردن و زمین‌ها رو آتش میزدن تا سپاه داریوش نه آب داشته باشه و نه به راحتی بتونه پیشروی کنه. سکاها گاهی جنگ‌های پارتیزانی هم انجام میدادن و داریوش نتونست اونها رو به جنگ روبرو بکشونه. تا اینکه زمستون از راه رسید و با توجه به سرمای سیبری داریوش تصمیم گرفت که از تعقیب سکاها دست برداره، ولی با همین حال داریوش کلی سکاها رو به عقب رونده بود و باعث شد سکاها از اقوام ایرانی حساب ببرن. اما بریم سراغ ساخت تخت جمشید. وقتی داریوش از مصر داشت برمیگشت به منطقه به نام مرودشت رسید.
در اونجا کوهی به نام کوه رحمت یا کوه مهر وجود داشت و داریوش با یه نگاه به اونجا گفت باید اینجا یه بنای عظیم ساخته بشه و این نظم و سختگیری‌ها در ایجاد بنای بزرگ تخت جمشید هم باعث شد جهان شاهد بزرگترین و باشکوه‌ترین بنایی بشه که بشر در دوران باستان ساخته. اسم اولیه این بنا پارسه بوده و بعدها به نام تخت جمشید معروف شده. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بود و بعد از اون خشایارشا و اردشیر اول هم اونجا رو تکمیل کردند. و این بنای باشکوه تقریباً تا 200 سال بعد که اسکندر مقدونی اون رو خراب کرد، بنایی بوده که هر سال نوروز پادشاه اونجا میرفته و ساتراپ‌های کل کشور و اهالی دربار پادشاه اونجا جمع می شدن و عید نوروز رو جشن می گرفتن. داریوش همچنین جاده‌ای کشید به نام جاده شاهی که شهر سارد رو به شوش وصل می کرد. یعنی از استانبول تا خوزستان، جاده‌ای به طول 2700 کیلومتر. در طول این جاده شاهی 111 چاپارخانه و کاروانسرا هم درست کرد که در هر کدوم اسب‌های تازه نفس آماده حرکت بودند. اون زمان یک کاروان معمولی 3 ماه طول می‌کشید تا این مسیر شاهی رو از ابتدا تا انتها بخواد بره، در حالی که پیک‌های سازمان پیکداری داریوش همین مسیر رو در کمتر از 7 روز بدون وقفه می‌رفتن. هرودوت میگه هیچ جنبنده‌ای سریعتر از پیک‌های شاهی ایران وجود نداشته. در کتیبه بیستون داریوش درباره این نظام پستی می‌نویسه: نه برف، نه باران، نه گرما، نه تاریکی شب نمی‌تواند این پیک‌ها را از انجام تند و تیز وظیفه‌شان باز دارد. این صحبت داریوش امروز شعار اداره پست آمریکا هست و همین جمله را روی سردر بزرگ اداره پست نیویورک هم نوشتن. اگه دوست دارین جاده شاهی رو ببینین، قبلا به اونجا سفر کردم و یه ویدیو رو براتون گذاشتم که اگه دوست داشتین ببینین. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر اپیزود بعدی داریوش بزرگ باشین.